درود هموطنای عزیز، برادرای بین‌نهایت اول قدر گرامی، امیدوارم همتون خوب باشین. بازم بگیم در راه نه پیاده کمی دیگه بسیار هوای خوب است، هوا را دوست می‌دارم. نه کم ترک امروز شما گپ زنم درباره بگیم که جمشوی بگیم عالم ترک در بخارا بوده است یا سمرقند در بخارا در بخارا. و امروز یک خبر برآمد از بگیم که از بخارا افیشال بخارا را بگیم پایتخت سیویلیزاسیون ترک زبان ها اعلان کرده. اولا تبریک مردم ترک زبان ها را که تا همین روز سیویلیزاسیون نداشته بودن، نه پایتخت سیویلیزاسیون و سیویلیزاسیون پیدا کردن. نمیدونم میرا کی مسخره کرده نوشته یا کی رستکی نوشته باشه، نه که یک کتاب نوشته. اگه بود حوزی باور کنی نخوندم، هم نامش خوندم کو بود که همون گپا میگن کو میگن نام تابگو کی است چی است، ما میگم که سغرای کی میگن کو در کلا با هم تر میگن نام چی بود، میگه فهمیدم تو بچه فلانی، ای میگن نام اوتاد چی بود، میگه فهمیدم تو بچه فلانی. خلاص هم خیلی دوستای عزیز، به هر حال یعنی که در تاجیکستان بودگی انسان ها و آدمایی که آدمانی که بدل خود سیاست مدارن، شکم پرست، شکم فروش و نام تاجیک و خودتون هم میگیرین دعوا و دنگ دعوا میکنین. شکم پرستو و خود فروشی مردمی سمرقند و بخارا، تاجیک زبان ها، تاجیک ها، یعنی پایتختی بگیم در اصل پایتخت سیویلیزاسیون فارس است، نه سمون دیگه. یعنی که فارس از همونجا سیویلیزاسیون یافتگی است، یعنی که هم ساختن، آموختن، بافتن، خلاص همه را سیویلیزاسیونش بگیم که فارس است، سیویلیزاسیون فارس است. از همین روزی براتن اونجا دیگر شما تاریخ ندارین بگیم هم میشوه دیگر، یعنی تاریخ بعدی سمرقند اونجا سر کنه، بعدی رسبادی سمرقند از سال چند بود 22 سر کنین تاریختون. و کسی هم بگه ما دیدم ننوشته است در زیر کامنتش و هم چاپ کرده بوده است که دولتی است، خطا نکنم دولتی است، رسمی دولتی ازبکستان، و کسی هم دعوا نکرد و کسی هم گپ نزد و کسی هم کرچ پخرینشون بده. و من ترک زبان هستم خودم در اصل، اما بگیم که وطن مادر ما یعنی که زمین فارس هست، وطن ما هست، اجداد ما در اونجا گور شدگی و بگیم که یک رگ پیوندی فارسی هم داریم، کم هم باشه داریم مخیقرک. اما ما بعد از خوندن همین سرلوحه شوشه ولی همش همه خونم راستی وجدانم نورداشته، خیلی خب کنم بیستم بگم که پابیده من راستی الان خرسه نمیشم در حالت که سیویلیزاسیون ما را سیویلیزاسیون یک از دیگه میاد که گم میکنه ده. حتی بسیار انسان ها خرسندی دارن که مثال ما ترک زبان ها روژه بقوات شدگیم چی شدگیم نیکی ما اصلا خرسندی نمیکنم در همین چیز. برای که سمرقند بخارا این پایتخت هست، اصلی بخارای ما این پایتخت ما هست
و 4 شکمفروش و 4 که در تاجیکستان است، فارس است، تاجیک نیست، فارس. و 4 تای دیگه گن او آخوندای گفتی همو گپا او دنیا پرستو نه که در دنیا زندگی میکنن، شیشکواد میکنن، مردم او دنیا پرلگرد میکنن، زنها را سطر کنین، نبراین، ای تکنین، او تکنین، خداوند ای گفته است، خداوند او گفته است و همه دی کاراشون هم رای دست دادن. و از آن جمله سیویلیزاسیون فارس با همو خودی افغان و ایران هم بگیم که داخل داره که امروز برای چی اولین بار ازبکستان رفتار کرد، قطعشو نشتیک رفتار کرد که تمام طالبا را همه چهار پشتوی گرفتن، تمام نشتیک کرد. برای چی؟ برای که این زمین ها را عصرها زمین فارسا پروید میکردن. چقدر پرشیدن فارس و تمام انسان وجود نبود و تمام انسان، چی ترک زبان، چی ایران زبان، چی بگیم پشتو زبان و طرف این طرف طالب و اردو و هندو همه یاد وجود نبود. یا امپریای بزرگ استوستر ریزه کده مایده نابود کردن، تقسیم کردن. این خودش اصلا یک غلبه بزرگ بود. 100 ساله ها خاموشی بگیم مردم فارس درباره سمرقند و بخارا را گرفته در حیات ازبکستان در آوردنش، یعنی که نام او را به ازبکستان تبدیل دادنش، در حالتی که بگیم پایتخت یک کشور را بریدن. اوجه معلوم بود که نابودشیدن او کشور بود، یعنی که فارس بگیم همون سمرقند بخارا پایتخت همین مردم فارس بود. و 4 چاپلوس یکی گفت که همون گپا هم چاپلوس هم کلمه بیزه برای ما اصلا چی نمیکنه. 4 رقاصه که امروز در تاجیکستان ما به نام خود سیاستمدار شدگی هستند و 4 رقاصه دیگه گردی او میرقصند، از آن جمله محمد رحمان یا که دیگر کس. برای او را وطن، تاریخ، تمدن یگان اهمیت نداشت. یگان لیش با شکمش سر کنین، همین شکمش سر کنین تمام. همون مثل بعضی پراستیتوتکا هست که همین شکمش سر کل بای خیقتیت خواه میکنه. یا همون خیل بدن، هم به نام سیاستمدارای تاجیکستانی ما، به نام سیاستمدارا اینا همه بدن، همین شکمش سر کل بای خیقتیت خواه میکنه. و ما میبینیم که در طول چند سالی که سمرقند و بخارا را با ازبکستان دادن، یعنی زیاده است از تاجیکستان زیاد تاجیک در اونجا هست. دیگر او هم با خدا همون 4 گبزنش خریدن، گرفتن، پولش دادن، خانهش دادن، نانش دادن، 4 پروپاگاندونش خریدن گرفتن. اصل اگر خیل بگیریم در درون مردم همه فارس زبان پریداتل زیاد بوده است. واقعا خفه نشه گنده پریداتل زیاد بوده است و خدا قسم. همین لوبوی جدا کو، همین اگر خوی استفاده بودن کو پریداتل یافته میشد است. همین شکمش سیر کو پریداتل خلاص، شکمش سیر کو پریداتل میشد است. و توی امروز در سمرقند و بخارا ما ندیدیم یگان انسان بربه برده باشه برای فارس بدنش و بگیم که تمدن فارسی داشتنش، یا که او طرف دید احوال فارس دید داخل افغانستانش ای احوال، ایرانش اونا و احوال، تاجیکستانش اینه رقاصه احوال. همین سمرقند بخارا با فکرم گفت که ماده نخرین در کاره کجا میرم پیش همیا، کجا برم. من فکر کنم هم خیلی فکر کردم. یکی تا امروز کسی بربه نبرد برای واقعا فارس بدنش، یا که زمین فارس بدنش یا پایتخت فارس بدنش، یگان کسی یگان بربه نبرد. و امروز ترک زبان ها وقتی که میگن که تاجیکستان با پیش میگن کو چوجه خروز وره قیقی میکنین و اینه پایتخت تاجیکستان بود. و امروز پایتخت تاجیکستان ها ولی کدام میگه که ما بریدیم قرغزا را تامه کنیم، قرغزا را تامه کنیم، گفته автомат همه بردارین خودتون ویدیو سیومکا میکنین کو تیپی رئیس بابا این شما ده. برای چی؟ برای که پایتخت فارس گرفتگی.
دیگه تو کجا چوجا خروس قیقی میکنی در اون طرف. پایتخت فارس گرفتن. امروز اعلان کردن افیشالی اعلان کردن که یعنی پایتخت سیویلیزاسیای ترک ها فهمیدین؟ و امام علی رحمان از دوشنبه تو همون چی را بگیم 300 کیلومتر 350 کیلومتر راه ای طرف شیشته کو دنگی سودا چشماش کتک شده ودکا پیوا عرق شاشلیک گوشت کاوگر مونده زده ای تلویزیون تماشا کرده است بود که چخیل در پایتخت اصلی مردم فارس میشینن مردم ترک زبان میشینن گفت همون گپا یدینستو جمع میکنن و بگیم که و اوجا را با میگیرن میگن که این پایتختی سیویلیزاسیای مردم ترک است فهمیدین میگه در طرف امام علی میگه بره زرخانه شو بره زاتو خوردگی مون غنیمت های در دنیا همین شکم غنیمت های همین دوستا ساز میشه و سمگلام شکم سر بوشه ای مره در مردتون بگم آخه یا بانی جیزه خیلی وقتی که همون گینتیکا میگن که خونده پریداتیلیست و هست کو خونده این در خونه هست پریداتیلیست عربا دام هم خیلی فروخته شدیم میدونی نه خیلی تاریختون رو بخونین یا نگاه کنین وقتی عرب در فارس حمله میکنه اولین بار ما مردم در برش یک قسمت دویدیم رفتیم برای چی؟ برای که عربی هم منطقه را گرفتگی بود اوجا دکو شکمسری اوقات میدادن دویدیم رفتیم اون طرف برای اوقات خری اعلان کردن اوجا دا زنگیری 4 تا 5 تا ممکنه اوجا دا خطیشون کش میشه عربا دکو نشتیه کرد بابامون پریداتل بود بابا کلانمون پریداتل بود وقتی روس اومد کو دویدن کو روس شکم سر میکنه بو تای ترمق روس دویدن یا بربرش برای روس شده بو توجیکوی خیچونه کشتن هر یک انسانی ظالم شوه میدوان در تای ترمقش میدروین ما همین خونمون پریداتل بده است چی کنیم ای که بنالیم در حالت که خون ما غریب شو یک چی دوره کو بالینسا در خون میره کسل میشوه بعد خون میگذرونانش بعد به کوچه میبره میدزده کو فقط دزدی میکنه و میگم اول بچه خوب بودم یکی هم بالینسا خوب که خون گذروندن کدوم خونی غشت گذروندن میگه که همون خونی چی را دزده دیگه هر روز میدزدم میگم تریشیدم دزد شیدم چیکار کنم خلاص و کسی هم از بخارا از سمرقند کسی تاجیک هم کسی فارس هم صدا نکرد از عالم فارس هم کسی سر صدا نکرد گفت که چیکار کردی ترا کی اجازه داد که یعنی این پایتخت کشور یعنی سیویلیزاسیا начало سیویلیزاسیای مردم فارس تا بگیری پایتخت فارس تا بگیری پایتخت سیویلیزاسیای نمیدونم ترکو اعلان کنی کی دادی حقیقت ده ما اگر یاد داشته باشین از اول میگفتم که ما بربای ما برای برگردوندن یعنی زمین اصلی مردم فارس است یعنی برگردوندن سمرقند بخارا است برای چی تا سنف مبارزه میبری بگوی یعنی برای نمی ما مبارزه میبردم برای نمی ما بگیم که ریسکوات میکردم ده حیات خطی حتی رنگ شما برای نگر یا بریدنان در قناعت میکردم شکرانه میکردم یا بریدنان میخوردم میگشتم یا کدام یا استخوان میداد سگی وفاداری او میبدم اگر که ما در نخرین در کار بدم مبارزه شم همی دیگر شم ما در نخرین در کار بود در لبای جا شکم سر میکم میگشتم رنگ شما برد و امروزه شب بینین امروزه هم پریداتیلا باز هم تاجیک میکشن تاجیک سر میکنن تاجیکستانی را میکشن تاجیکستانی را زندان میکنن درونا پر زندان پریداتل ما همین کرونی پریداتل هم با خدا خونکی میگذاره گینتیکمون است یا که همینا را یگان تکنولوژی خیلی زور شده اگه سوزیر فکر کنم یگان تکنولوژی خوبه یافتن در کور است همین خونو را اپریدلیت کرده کو همینا را نمیدونم کم کردن در کور است خونوشون و پیش تده همین پریداتل و نمیدونم شما چی خیلی نگاه میکنین در این باره
اما بعد از خوندن این چیز واقعا ما ناراحت شدم. سرلوحش ده سیویلیزاسیای مردم ترکی بخورا افتادی سمرقند بخورا. ما وقتا ناراحت شدم. ما گنده سخت ناراحت شدم. شما را نمیدونم. و او 4 تا تاریخ شناس و تاریخ دانی تاجیکی که اونها کیف الله ها هستن که فقط کیف کرده میگردن. کیف الله ها دعوا از سمرقند و بخورا. و خدا از شما دم افضل شو خوب است که چند تا سرود برای سمرقند و بخورا نوشته است. دیگر حافظای دیگر نه پریداتیلا ببینه فقط در واسه امام علی می نویسن. پاتریوتیسم مرد وقتی که انسان چست و پاتریوتیسمش میبره. راستیگه پگم دیگر او آدم دیگه او چی است یا حیوان چی است؟ همیشه کمش است که تمام سمگلاونی فرق نداره. همین میبینم پاتریوتیسم مردم مرد وقتی که شما را پایتختتون فارس پایتختش سیویلیزاسیاش ای دست میروه میبرن. حداقل افغانمی از همه مردم شما دیده تمام فارس دیده هاز اگر خیلی نگاه کنیم همه 4 تایی که در ازبکستان در چی بودن که خستن افغانم اوبلاستون او چی و خدا همه با ناموسترن همه با غیرتترن همه با وجدانترن همونو با ایمانترن. با ما زبانمون یا وجب دراز میبریم. حب الوطن الایمان پیغمبر گفتگی است. وطن ای گوشه ایمان است. وطن ای گوشه ایمان است. پیغمبر گفتگی است در اینجا. حب الوطن الایمان. های پس دیگه همه مردم فارس به ایمان است. زمین فارس که از دست بروه دیگر کجا تو دیگه حب الوطن الایمان میکنی. اما دیگه رفت ایمان نموند دیگه. پایتخت رفت سیویلیزاسیا رفت رفت. بیان توستا گرفتنش اینا امروز گرفتنش مایده اعلانش کردن سیویلیزاسیای گویم که ما بگذارم سیویلیزاسیای ترکو. دیگر همین بعضن کلمه هست که ما میشنم و الرژی میشم از همین مردم تاجیک که همین درباره حب الوطن الایمان میگه. کجا در نظر داره؟ کجا حب الوطن الایمان بگم اگر خونه زایدگی خود در نظر میگیرم بگوین همین خونه که ما تولد شدم همین زمینی ما با ما تعلق داره اونم خشیمانی ما از دیگه شما نمیدونم. من خیلی بگم خدا خب این طرف شم افغانمی که نمیبره تاجیکستان موندگی شد. افغانمی ازبکستانش که نمیبره. یه وقتا بود افغانمی ازبکستان بود. با تاریخ برگردیم. برای که پریداتل زیاد داریم. خطفروش زیاد داریم. کونکو زیاد داریم. من حالی با نمیرم دور رو طرف حالی تاجیکستان با از پیش من خیلی دور است. در خیلی همه اروپا می احوالیم. یا با منی یا دشمنی منی. همه فعل همه خون با خون اومدگی است. خون با خون یا با منی یا دشمنی منی. و خدا قسم میدونی نمیرم. من باور کنید من در پخرینه من بچه هستم لبای کسان اکریتم. همه قسال با حرکت سیاسی گروه بسیار از نول سر کردیم. گفتیم با سیاست قطعیاشون ریسکوات کردیم. انا و انسان های حب الوطن الایمان میگفتگی رش نخماندگی در بر عمر علی جمع میشیدن میدویدن ای حضرت اولیاء شیخ بزرگوار کم لسانده کراچینم خیلی عدت داره پر بده. وقتی عمر علی را زدن همه گریخ بره ما ایستادیم چند بچه ها ایستادیم در سمون دل ایستادیم ریسکوات کردیم جیزن قطعی ریسکوات کردیم. یک ایده نام را قبدیم ایستادیم. ما میدان برامدیم اشکار ویدیو کردم گفتم آخری نه چیز شوا نشوا بله یه دو سه ماه بعد هم باشه کردم برامدم ریسکانوت کردیم آمدیم. یگان جای چی نداره
در کنفرانس اومدم به خدا قسم همش کو برای ما رنگ میگوی که ما دشمن شدم یا بیگانه ایم. او یک سلام علیک نیشتی یک صورتگیری چخچخ خنده 5 مینوت میخیزن میگن که خیمو نجا کار داریم خستانه بعد با میبینیم میفهمی میرم میای پیشت کو سودا میگریزن یا سلام علیک میکنن میگن خیمو اینم جا کار داره میفهمی میرم ما بیگونه بدم در براشون ما ریال نمیگو میرم ما یه روز گفتم خطی سورا با هم بشینیم گپ زنم در این مسئله بگم که بچه یا منتالیتی تاجیکی است یا ترتیب داخلی است این چی است اصلا خودش یا با من یا دشمنی منی همین خیلی پرینسیپتون این چیز در همون تاجیکستان است امام علی هم همی اساسی پرینسیپش یا با من یا دشمنی منی حکومت هم همی است در خونمون این چیز بوده است نه چی در خون نیستی خیلی بگیم که برادر او خوبی نغزی سوزی رفتی نرفتی بعضا انسانو دشمنش میشون امو انسان یکی خاطر یک روزی دوستیش خطی و دشمنی تری رفتار نمیکنه ریال نه ای جای چی نداره میبینی که مردم دیکی واریان ده دیکی واریان ما گفتم ای بچه خیلی ما اومدیم نغز گنده خیلی اومدیم خش اومدیم و ما هم نیت داریم میسور خیلی برادرها یه روز تشکیل کنیم یکان جا بشینیم یک همین 2 بار 3 بار دیدم شد سلام کردم همون درفتگی الله اکبر تمام این یکان جای پینهانی نداره یا با من یا دشمنی منی تمام اینم خیلی بدست ده یا قطعی مای دبری ما بس قطعی ما نباشی تمام تای ما بیگانه ای برای او دور بگرد یکان جای چی نداره یکان گپ شپ نداره بعضی در درونش برادرایی که هستن بگیم خیلی بیا بره مهربانی کردن خیلی چسبیدن میدونن و خیلی فعلی مرا خونه ما مهمان شدگیان نان خوردگیان ایستادگیان خیلی چسبید پبرات که بیا بریم ما گفتم نه بچه تکلیف نکردن در جای زیست چون که اقلا هستن خیلی بیا بشینیم این ریال نه چیز است نه من خفه نیستم این چیز باشه دیسپلین داخلیشون باشه دیسپلین زندگیشون باشه پرینسیپای حیاتشون باشه یا نمیدونم خونی باشه این چیز یکی انسانگری را انسان باید گم نکنه هیچ وقت و امروز هم نمی نابودشوی مردمی بگیم که فارس هم یکی سبباش این همی پرینسیپ است یا این همی پرینسیپ است یا این همی چیزی که در خون است خلاص نمی چیزی که در خونتون است این را توزه کنه یا خونتون را توزه کنه یا پول نیروز نابود میشه میره مردگور یکان جای شوخی نداره چیز و ما ایرا شوخی هم نکردستم برای شما ما ایرا پلنه ما پول نیروز سریوز نگفته استودم که نم خیلی حادثه است پرابلم هست مشکلی کلان است امروز هم اولاد بازی یکی سببش این همی خون بازی است این همی نشتی جا گرفتی تا اولادو طبیعی بگنو را دفت که کدومی ایتنا را باید هم پچینانی باشه یا پرینسیپ ها داریم که هر یک انسان باید که گپی را لبای بگه باید در پشت دست پیش بر کنه باید تو بخیزی برابرت بخیزه نخری نه تا ایک جو گرفتی است این چیزو را پرینسیپ را شما ایک جو میگیرین این پرینسیپ را ما یه بارم نمیگم یک کسی بچه تو بکی کره یا که بشکی بخی یا که مرا حرمت که مرا در پیش یک کس گپ زد ما گپ زدم تو خب که در پیش یک کس نه پروست خیمو وقتی گپ زدن در یک آدم پیری بیواد نه که اگر من خطا باشم بعدی من بگو تو برادر خطایی نمیشه تو پاتوغری یگان جای چی نداره همینه ما داخلین پرابلم داریم بعضی تو نمیدونین پرابلم خودمون میگن که آدم خود چه نمیبینه ما مردم تاجیک خودمون نمیبینیم مردم تاجیک لیکن در اصل بگیریم وطن ریدگیم پایتخت ایداست دودگیم مایده نابود شدستیم فهمیدین امروز پگه بدخشان از دست میتیم کنکریت نه میتیم امروز پگه دیگه جور هم از دست میتیم و میگردیم حب الوطن الایمان گفته
میگردیم. برای همو دوستای عزیز و از تمام مردم فارس زبان ایران همه بحث کنین کاروچی همه ریلیگیوزنی پرابلماتونا نخرینو کانسافو و خزن انسانی دا بگذارین سیویلیزاسیاتون دا بگذارین و کفتکو و جستجو کنین کی بدین شما یا بانی ورود فرداتون نمیدونین شما کیه دم زنکا بلا تیوخ گرفته ساتر که گفته نگردین بلا امروز پگه خیتون ساتر میکنین و بخزن نخوی سیویلیزاسیاتون حمایه کنین تاریختون حمایه کنین گپ زنین مردک هستین یا کی نیستین یا که درونتون روز کرده است تمام دیگه شما را زچو مارید که نباید بگیره عروس سوری بشینین اون دو طرفی دای طرف اصلی باید اجازت نمیدادن پشتو در افغانستان می آمد سر قدرت چی ایران چی طرف دیگر طرف چی تاجیکستان چی دیگر ریال نمیگو باید اجازت نمیدادن می ایستادیم پرینسیپاتون پشتو می آمد دموکراتی قطعی ویبر قطعی شروع سر قدرت می آمد 5 سال می رفت نه که تمام حکومت غصب کرده می گرفت این یکم دیمش تاجیکستان اجازت نمیدادن مردم که امام علی رحمان 30 سال گفتی همون گپا غصب کنه در بالای سرطان بشین این هست پرینسیپای همون حیات زندگی همه را دست دادن سیمین ایران باید نمیمونده ناخوندی شود فهمیدین باید سیویلیزاسیون را نگاه میکردین گفتی همون گپا نه میرفتیم نه سمم دلی در عصر پیغمبر زندگی داره اما عصرهای قلوخی و سنگی است تو هیچی نیست همونجا زندگی داره و میخواین دل چمتری زندگی کنه استیل خط همه را دست دادن کاروچی همه را دادن برای ما لیچنا ژالک است میدونم ما بله ما ترک زبان هستم باید ما خرسندی کنم ما پبیدا کنم که بگم که نمو بریدیم نمی اگر آشکار هم نگم بدرون دیلم باید خرسندی کنم نه که من اصلا دلی کجا بگیم فکر کرده ایستادم که چه تنی توشید ما را زمینم بای داد ما را وطنم بای داد اصلا دلی بای داد و حالی هم دیر نشد است اگر امام علی رحمان نسا دلی اتستوپات که نیک خیلی جا اتستوپات میکنی تا ریال نیم چی پایده داره دیگه زمینی کردن تمام چیه هیچی اخی هیچی هم دولت دیگه هیچی نداره مجبوریم با تو که دیگه کس در بازی کنیم هم که جا میره دیگه خیلی بیست که دل شد باشه تمام فهمیده شرمندگی دستی نیست پرینسیپو تو اگر مردم فورس یک نشوه فهمیدین یک نشوه و پرینسیپوی خودشون در دنیا نتونن گذرونده 30 سال شد ایران و امریکا میگیره تجاوز میکنه سانکسیاش زدگی تاجیکستان خلب میته هم فورس های و هم فورس برای که ایره شکمش سر باشه که پخوی دیگه فورس دیگریش ده من بم رایگش نگیره میگه یا که افغانستان 4 طالب راست کردن در نموجه 30 سال میشوه 100 سال میشوه زده استن در نموجه این طرف دا 4 تاجیک دیگه دا 4 خلبش میتکن بخیرین میگه شکم اون سره میگه پخوی نیست افغانستان میگه نه خلاص هم ترکت کاروچی ایستینی لیدر در اینجا پیدا نشد یعنی که لیدری که واقعا لیدر باشه و بگیم بتونه پاتینوت کرده فورسا را لیدرهای فورسا را پاتینوت کرده رنگ اردوغان واریدن یعنی اردوغان действительно ایستینی لیدری زور برومد پاتینوت کرد تونیست بیاره همشه بشنونه و سر یه میز بفهمونه که یعنی چی میخواهن چی باید کنن همین خیلی یک ایستینی لیدرهای فورسا پیدا نشد من مرده گوری میگم فایده نداره گرد اطراف فایده نداره اینجا کاروچی گونکا کنه کی لایکی بسیار میگیره کی سلفی بسیار میکنه کی برنامه بسیار سر میته در افیر در لایف بگیم کی صورتی بسیار همین امام علی هم دارم خیلی چند تا صورت دیگه صورت باید در ژورنال گازیته نباشه صورت های فقط لیدر باشه خود پرستی
میدونین این همین پرابلم است. این همین هیچ با ما سیاست صورت زور در اینترنت مونم دا ایده ایدئولوژیا فردا بس فردا چی ساختن در کار چی کار کردن در کار من راست شبگون بعضن حالتا بعضی یک زمین ها را گرفتگی هم از گرد اطراف ها و بگیم که من همون ندیدم ده کاروچی اون چیزی که از وطن از حکومت نمیبینی اون چیزی که از دیگر جا نمیبینی دیگر نیست توی ته برای همون من فکر نظر من برای شما میگم برادر خیتون تصمیماتون رو بگیرین کاروچی دل میشه پلاناتون رو بکشین خیتون و خیتون تصمیم بگیرین چیکار کردن در کار افلاش من خیلی نیستم وطنم البته دیگر میگن کن یک دخترک با همه دلبوم نیکش به شوهر مونده است یا دخترک بعد همون یک گپی زور هم گفتگی است لبوم نیده با همه چیده به شوهر موندگی سرم گفتگی است من شما را میگم با همه دلبوم نشینه با همه دی رقص بازی نشه که به وطن میمونه میگردن جاروب گرفته و تازه الیت سمرقند خاموش است 12 میلیون تاجیک فارس تاجیک گفتن نمیشه فارس گفتن میشه 12 میلیون فارس 12-13 میلیون در سمرقند بخارا خاموش است او را همون گفزانوش شکمش سیر کردگن یک ده اوقاتش دودگن یک خونش دودگن یا ماشین پدرکش کردگن همین برای زندگی خوب خیلی فروختگی تمام اما گفزانوش تاجیکستان هم خیلی است 4 تا گفزان است خونه دودگن ماشین دودگن زندگیش دودگن وطن فروختگی است ملت فروختگی است 4 تا دیگه هم تا پریدت لیافتگی امنیت کردگی است خونه به خونه میگردن میکشن مردم میکشن خلاص دیگر یگان کار دیگر ای دستشون نمیاد خونه تون بود باشه وطن از زنده و سوخ سلامت باشه دوای کاروچی